این جلسه هم قراره ببافیم و بافت کمربندمون دیگه داره به نیمه هاش نزدیک میشه و ضمن اون از طراحان نامآور شهر تهران صحبت کنیم. پس بفرمایید. رج 9 با یه دونه بنفش در خط تقارن شماره 13 شروع میکنیم. بعد از اون 3 تا صورتی داریم. طراحان نامآور شهر تهران، یا بهتره بگیم طراحان معاصر شهر تهران: آقایان اکبر اندلیب، ابوالفتح رسام عربزاده، حسن رضایی و محمد حسین ولیزاده از طراحان معروف و نامآور فرش آزاد تهران به حساب میان. سپاس از همه شما.